بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. عزیزان و بینندگان و شنوندگان، درس اصلاح خانوادگی امروز ما رابطه به چیزی که محبت زوجین را زیاد میکنه همون است. امروز درس ما در رابطه به چیزی که محبت در بین زن و شوهر زیاد میکنه، اما چیزی که محبت را زیاد میکنه همان را بروی یک حدیث رسول گرامی امروز ارائه خواهم کرد. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه از رسول صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که پیامبر علیه السلام فرموده که ای امت من، ای بندگان پروردگار، ای مسلمانان، با شما آیا یک چیزی را در بارش بیان نکنم؟ علیه السلام سوالی ماند که آیا با شما یک چیزی را برتان بیان نکنم، برتان اظهار نکنم، برتان واگذار نکنم، برتان بیان میکنم؟ صحابه کرام و همه مسلمانان گفت بله بیان کنید. او چی است؟ دو چیز است. یکی چیزی است که سبب محبت زن و شوهر میشه، یکی چیزی است که سبب وارد شدن زن در جنت میشه. علیه السلام فرمود چیزی که محبت زن و شوهر در بینش زیاد میکنه باز اصلاح ذات البینی خانوادگی میه، بودن اولاد و تولد اولاد در خانه است. هر وقت که خدا متعال در بین دو کسی که با هم نکاح میکنه، خدا اگر فرزند برش بده محبتشان زیادتر میشه، چون اولاد مشترک از هر دو هست. بالاخره محبت هر دوشان با زیاد میشه، اونسشان زیاد میشه. این سبب زیادت محبت در بین خانواده، در بین زن و شوهر، وجود اولاد و دادن اولاد است از طرف پروردگار. دوم، زنی که محبتش با شوهر زیاد شد، احترام شوهر را زیاد میکنه، ادای حقوق شوهر سبب فضل و کرم خداوند بر بالای زن میشه. فضل و کرم پروردگار که میسر شد، وارد بهشت میشه. این زن جنتی میشه. دوم، زن باید چی بوده باشه؟ فرشته شوهرش بوده باشه. این دوم چیزی که زن را جنتی میسازه و اصلاحات در بینشان زیاد خوب میشه که باید زن شوهر خود را دوست داشته باشه. زن باید عاشق شوهرش باشه. هر وقت که زن شوهرش دوست داشته باشه، عاشق و محبت برش زیاد بکنه، در نتیجه شوهر از او راضی میشه. شوهر که از او راضی شد، رضایت شوهر را که به دست آورد، پروردگار باز چه میشه؟ از او خوش میشه. از او که خوش شد، پروردگار این زن وارد بهشت میسازه. در تشریح این حدیث علما فرمودن که باید زن زیاد محبت با شوهرش داشته باشه و عکس، شوهر باید زیاد زنش را دوست داشته باشه. دوی از این اصلاحات را میاره. اگر زن شوهر خود را دوست داشته باشه، به اجنبی ها، بیگانهان هیچ خطور در دلش خودم نمیکنه. یک مسئله دیگر هم باید دانست، هر وقت که همسر انتخاب کردین، بعد از اینکه با او ازدواج کردین، تمام زنان دنیا را در پیش زنت صفر فکر بکن. تماما مقبولای دنیا را و جمیلای دنیا را، جمیله های دنیا را پیش زنت صفر فکر کن. تمام حسن و جمال و زیبایی و خوبی ها را به زنت تصور بکن. عکس از این، زنان هم وقتی که در زندگیشان شوهر انتخاب کردن، بعد از انتخاب شوهر تمام جوانا و مقبولای دنیا را در پیش شوهرش صفر فکر کنه. چون این کار که شد با اصلاح در خانواده میه. اگر زن فرشته شوهر خود نباشد، شوهر فرشته و عاشق و محبت با زن خود نداشته باشه، شوهر با بیگانگان میلان پیدا میکنه، زن خدای نخواست به دیگران چشم بدوزد، اینجاست که اصلاح خانوادگی خراب میشه. باید یکیش با دیگرش عاشق و معشوق، لیلی و مجنون با هم زندگی بکند که این چونین محبت در بین زن و شوهر اصلاحات را در فامیل میاره، محبت ها را در فامیل ایجاد میکنه، سبب اتفاق میایه. اتفاق که آمد اصلاحات میایه. هر وقت که میل ما از زن ما کم شد، نزاکت پیدا میشه. خدا نخواست میل زن شوهر کم شد، اصلاحات خانوادگی خراب میشه. یکی از جمله سبب اصلاحات خانوادگی وجود اولاد.
فرزند در خانه است که خدا برشان اولاد بده، محبت زیاد میشه، اصلاحات زیاد میشه و سبب کثرت امت میشه. دومش دوست داشتن شوهر زنش را و زن شوهرش را. این سبب اصلاحات خانوادگی میشه، در نتیجه سبب وارد شدن بهشت برای زن میشه. در یک حدیث علیه السلام فرموده، گفته اگر حضرت ابی هریره صاحب این حدیث را روایت کرده، علیه السلام فرموده اگر از طرف الله به ما دستور داده میشد، امر کرده میشد که سجده باید بغیر جواز پیدا کند، یعنی الله دستور میداد که سجده را به غیر الله باید شود، تعظیم به غیر الله باید شود، ما هیچ کس اجازه نمیدادم که به غیر سجده کنه، مگر زن را اجازه میدادم که به شوهران تعظیم باید بکنه. این نهایت حقوق و فرمان شوهر را ثابت میکنه که اگر سجده امرش می بود که به غیر الله باید تعظیم شود، اما فعلا امرش نیست، بجز الله به کس سجده جایز نیست. اگر می بود اولین کسی را که میگفتم تعظیم کوش، زن باید شوهر را تعظیم میکنه. این نهایت حقوق شوهر را ثابت میکنه. در یک حدیث دیگری هم آمده به اعتبار حقوق شوهر، به اعتبار حقوق شوهر یک حدیث آمده رسول کریم علیه السلام قسم یاد کرده، قسم است به آن ذات و به آن پروردگاری که مرا نبی فرستاده، یا قسم است به ذات و خدای یگانه ای که مرا رسول فرستاده، یا قسم است به یگانگی پروردگار، اگر زنان کوشش کند اگر بخواهد حق الله را انجام بده، باید اول پابند حق ادای حق شوهر بوده باشه. این قسم است به ذاتی که هیچگاه حق خدا ادا نمی شود تا زمانی که حق شوهر زن ادا نکنه. یعنی هیچ وقت زن حق الله را ادا کردم گفته نمیتونه، چه روزه بگیرد، چه نماز بخواند، چه حج بکند، چه عبادات دیگری را بکنه. یک زن میگه که من همه عبادات ها را انجام دادم، همینجا همین حق الله ادا نمیشه وقتی که شوهر از این ناراض باشه. هیچگاه قسم است رسول گرامی میگه با توحید و با یگانگی خدا قسم، هیچگاه زن حق الله را 100% به جا آورده نمیتواند تا زمانی که حق شوهرش ادا نبکنه. بنان یگانه راه موفقیت یک مادر و یک زن و یک همسر به رضایت شوهر است. این بود یک مشت نمونه خیروا در به خاطر اصلاحات خانوادگی که حقوق ادا شود، اصلاحات در زندگی می آید. دوستا باز اعتراض میکنن که غیر حقوق شوهر میگوین. من قبلا در ویدیوها حقوق زن را تقریبا به چند حدیث بیان کردم. امی هم حق زن است، امی هم که احترام شوهر میکنه حق زن بالا میره. او بالا رفتن حق زن چیست؟ وارد بهشت میشود. 8 دروازه جنت به می خدمت که اگر زن روزه بگیرد، نماز بخونه، شرمگاه را حفاظت بکنه، حقوق شوهر را حفاظت بکنه، 8 دروازه جنت برای یک زن کلیداش داده میشه و باز میشود. امین از کجا میشود؟ وقتی که در احترام و ادب و شوهرداری شوهرش را ادا بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.